این ماشین‌های گرانوزن برای بارکشانی نیستند. در هر یکی آن تجهیزات زمانوی طبی نصب شده است. اینها در مانگاه سیارند. 4 ماه پیش وارد کلاب شده اند. در این مدت هزاران نفر از تشخیص رایگان این درمانگاه‌ها گذشته اند. حالا مردم اومده به پول تشخیص کرده ایستادن. مردم سلامتی‌جا اینجا دیدیم که بسیار متخصص است. همین نصیبتشون نقص، حرمت احترامشون نقص. درمانگاه سیار را مؤسسه بین المللی خیریه پادشاهی سعودیه عبدالله ابن عبدالعزیز در دایره برنامه فال خیر به مردم کلاب تقدیم کرد. مسئولین و مردم از کار آن راضی‌اند. کلینیک رقم 4 این که کلینیک هم کامپیوتر توموگرافی دارد و هم جراحی خرد هستند. یعنی در کلینیک ما همه نمودی تشخیص رو گذرانده می شود به غیر از بیماری‌های انفکسیونی. قرار بود درمانگاه سیار تنها 3 ماه در اینجا ماند، اما هفته گذشته آن را به مردم منطقه تقدیم کردند. در مراسم شخصان رسمی شرکت کردند. اکنون درمانگاه به دهات دوردست سفر می‌کند. مقصد اساسی همین کلینیک سیار این برای نوعی که دوردست هستند با بلند داشتن صفتی خدمترسانی طبی می‌باشد. درمانگاه سیار 5 سال دیگر به مردم منطقه کلاب خدمت خواهد کرد. ساکنان کمبزاعت از کار آن شدند، چون مراجعت آنها به تشخیصگاه و بیمارستانها زیاده از 300 سامان خرج دارد و درمانگاه سیار بپول است. این است که هر روز تا 700 نفر در آن ثبت نام می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.